بعد از اینکه رئیس جمهور شد با محافظاش توی شهر پیاده روی میکرد و برای نهار به یکی از رستوران‌های مرکزی رفت و بعد از سفارش متوجه مردی که تنها روی میز کناری نشسته بود شد. از مرد دعوت کرد که کنار اونا بشینه. با مرد هم همین کارو کرد، اما حین غذا خوردن دستاش مدام میلرزید و اصلا سرشو بالا نمی آورد. غذاش هم که تموم شد بدون اینکه حتی به رئیس جمهور نگاه کنه رفت. یکی از محافظا گفت مرد خیلی مریض بودا، دستاش مدام میلرزید. رئیس جمهور گفت اصلاً علت لرزش دستاش بیماری نیست. همه با تعجب به رئیس جمهور نگاه میکردن که ادامه داد این مرد زندانبان من بود. اون موقع بعد از شکنجه هایی که به من میشد فریاد میزدم و آب میخواستم و اون میومد و به جای آب دادن روی سرم ادرار میکرد. اون بیمار نبود، میلرزید چون میترسید که حالا که رئیس جمهور آفریقای جنوبی شدم بندازم زندان و همون کاری رو باهاش بکنم که باهام کرد. اما این رفتار جزء شخصیت و اخلاق من نیست. جالب، نلسون ماندلا رئیس جمهور آفریقای جنوبی هیچ وقت به هیچ کس حتی دشمن درجه یکش هم بدی نکرد.